سلام. ابزارهای مالی ترکیبی چی هستند؟ ابزارهای مالی ترکیبی همونطور که از اسمشون مشخصه یک جزء بدهی دارن و یک جزء حقوق مالکانه. اما نحوه محاسبه و اینکه چطوری باید افشا بشه به چه صورتی خواهد بود؟ نحوه محاسبه به این صورته که اول ما باید قسمت بدهی رو محاسبه کنیم و بعد بریم قسمت حقوق مالکانه رو لحاظ کنیم. اما علت این که ما اول باید قسمت بدهی و بعداً بریم حقوق مالکانه رو محاسبه کنیم چیه؟ علت این موضوع برمیگرده به تعریف حقوق مالکانه که میگه حقوق مالکانه در واقع منعکس کننده منافع باقی مانده در دارایی‌های یک واحد تجاری پس از کسر کل بدهی هاست. بنابراین اگه خود تعریف حقوق مالکانه رو نگاه کنید رویکردش به این صورته که اول باید خود بدهی رو مشخص باشه، اندازه‌گیری کنی، از کل دارایی کسر کنی و هر آنچه که باقی ماند به عنوان حقوق مالکانه لحاظ میشه. بریم یک مثال در مورد ابزارهای مالی ترکیبی با هم دیگه ببینیم. اینجا میگه شرکت ساشی یک بدهی قابل تبدیل با نرخ 6% منتشر کرده در 1 آوریل 2022. این بدهی دقت کنید نوشته کانورتیبل یا قابل تبدیل به سهم هستند. تاریخ سررسیدش هم 3 سال بعد 31 مارس 2005 هستش و در ادامه قید کرده که نرخ بهره هم برای شرایط بدهی بدون در نظر گرفتن حالت قابل تبدیل 9% هستش، یعنی نرخ بهره بازار که ما از این نرخ برای تنزیل استفاده میکنیم. ما توی سال 2022 در واقع این وام رو منتشر کردیم. تعهدات من ایشوئر و من منتشر کننده چیه دوستان؟ تعهدات من اینه که سال به سال بهره بدم و در تاریخ سررسید 2 میلیونی که الان گرفتم رو پس بدم. بنابراین من یک مبلغ 120,000 تا که ناشی از 2 میلیون ضرب در 6% به دست میاد باید سال به سال به عنوان بهره به اون کسی که این اوراق رو خریده به عنوان سرمایه گذار طرف مقابل پرداخت کنم و در تاریخ سررسید هم باید مبلغ 2 میلیون هم پرداخت کنم. ارزش فعلی این تعهدات آتی من چقدر دوستان؟ اگر من همه این مبالغ آتی رو به زمان حال که الان هستم برگردونم 1,847,000 دلار من ارزش کل در واقع تعهدات من هستش. اون بدهی که من منتشر کردم و اوراقی که من منتشر کردم چقدر بود؟ 2 میلیونه. پس میگم 2 میلیون اگر من اوراق منتشر کردم ارزش فعلی تعهداتم برای اون اوراق 1,847,000 است. بنابراین اون سایت و قسمت اکویتی کامپوننت ما 152,000 دلار میشه و به این صورت ما هم قسمت بدهی و قسمت مال حقوق مالکانه ابزارمون رو داریم که به صورت جداگانه ارائه و افشا میشن. ممنونم از توجهتون. تا پست‌های بعدی بدرود.